تلویزیون نو خصوصی 7 ستاره در شهر خوجند به پخش نمایش‌های خود سر کرد. این در حالی است که تعداد رسانه‌های مستقل چاپی منطقه رو به کاهش دارد. تلویزیون 7 ستاره 24 ساعت برای تماشاگران برنامه‌های خود را پیشکش می‌کند. حدودی فراگیری تلویزیون 7 ستاره این شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد است. پیش از همه از همین روز آغاز کرده اولین برنامه اطلاعاتی ما پیشکشی تماشاگران می‌شود. ما کوشش می‌کنیم همه روزه تنها خبرهای تازه‌ترین، خبرهای نوترین را پیشکشی تماشاگران کنیم. کوشش می‌کنیم برنامه‌های اطلاعاتی را با 2 زبان پیشکش کنیم. پیش از همه با زبان تاجیکی، بعداً با زبان روسی. این تلویزیون خصوصی را گروه جوانان صاحب کار تأسیس دادند. در حال حاضر در مرکز ولایت سوغد بجز از شبکه دولتی تلویزیون ولایتی STV 7 تلویزیون خصوصی فعالند. البته تلویزیون نو نگاهی نو است. ما خیلی خرسند شدیم که امروز ما رو با همراهی یولیا نه تنها شنوندگان عزیز گوش کرده میتونن، اکنون پخش مستقیمی که ما با همراهی میبریم تماشاگران عزیز به حضور تماشا هم کرده میتونن. تحلیلگران و کارشناسان محلی در امور مطبوعات افزودن شماره تلویزیون و رادیوهای محلی را به سود آور بودن آنها مربوط می‌دانند.